درود دوستان، دیگر باره برنامه میآموزیم را پیشنهاد شما میگردانیم. گفتند هنرمند هرگز خار نمیگردد، زیرا که با واسطه هنرش هم نام مییابد و هم نام. از این رو شاید ما میگوییم که هنر بهتر از سیم و زر. با امید آن که امروز باز هم یک هنر دیگر را میآموزیم، آمدیم به مؤسسه دولتی مرکزی تعلیمی چراغ هدایت برای یتیم دختران دانشجوی نزد کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. این جای را ببینید، یک جای بسیار برهوا و پر از هنرهای ملی و مردمی، بسیار دلربا و دقت جلب کننده و حتی این تاقی هایی که با واسطه هنری چکاندوزی آماده شده است و این گونه چاینک پوشک ها را ببینید که ما بیشتر در فصل سرد زمستان استفاده میکنیم برای گرم نگاه داشتنی چای البته، و این گونه جوزدان هایی که بسیار زمانوی و هم ملی، خیلی هم زیبا و حتی همیان ها را ببینید، طرح زمانوی ولی با استفاده از هنری ملی و مردمی قدیمه ما و حتی چند چادرهای سوزنی و چکاندوزی شده را میبینیم که در واقع هم دقت آدم را جلب کرده میتواند و یک چیزی که را دیدیم ما به فکرم برای استفاده می شود برای گذاشتن همان آرایشات زنانه. ما بسیار دوست می داریم زنها این گونه چیزها را استفاده نماییم و باید قید نماییم که امروز ابرز ما یعنی قیافه ظاهری ما مست در همینجا انتخاب گذاشته شد، انتخاب شد و دوستان عزیز با امید آن که حالا یک هنری دیگر را می آموزیم که پیشکی ما انتخاب کردیم، هنری مهره بافی، وارد می شویم به صنفخانه ای که همه این هنرها را دختران می آموزند از استادان خود. رفتیم. بیننده عزیز، الکی ما به صنفخانه وارد شدیم و محیط کاری را برای خود آماده ساختیم با همه شرایطش. این را ببینید که برای همین گونه مهره های بسیار بزیب و دلنشین آماده کردن. تنها به ما مهره، رشته، سوزن و قیچی در کار است و بس. خیلی میگوید فیضی گل که امروز هنری مهره آماده کردن را به ما میآموزاند و یا اینکه با واسطه مهره و ما آرایش آماده کردن را می آموزد و رجب ما نیز به مثل من امروز یک جایه می آموزد که چگونه ما می توانیم با استفاده از این گونه مهره ها آرایشی بدخشانی را آموزیم. بله؟ بله. و باید قید نماییم که رجب ما الکی از عهده یک چند کارهای هنرهای ملی می براید، از جمله شیرازدوزی و حتی زردوزی نیست، ولی امروز با همراهی من مهره بافی را نیز می آموزد. خوب فیضی گل، در دوام نمقدر وقت زیاد ما چی را می توانیم آموزیم؟ ما در وقت بسیار هم کم می توانیم گوشبار، دستبانه و دستبانه هایی که ما در اینجا می بینیم می توانیم در 20 دقیقه نهایت 30 دقیقه اینها را آماده کنیم. انا این گونه گویم دستبانه هایی که اندک عادی‌تر هستند در دوام 20 دقیقه می توانیم تمام 20 دقیقه عادی‌تر هم باشند ولی خیلی هم زیبا می باشند و بسیار می خواستم که هر چی زودتر این گونه آرایشات را تیار کردنش را آموزم و باور دارم که این هنر را هرگز فراموش نمی کنم و می توانم برای خود هر گونه آرایشات را بعدا نیز آماده سازم. بله؟ البته که می توانید. بسیار یک گوشواری زیبا در اینجا می بینم که رفتی کاری آماده کردنی ان همین گوشوار رفته شده است. بله؟ بله، البته این رفتی کاری گوشواره را که شما در دستتان گرفته اید ما این را حاضر تیار میکنیم با همراهی شما. خب می آموزیم که ان همین گوشوار چگونه آماده کرده می شود و رجب ما شما چی را می خواهید آموزید امروز؟ من میخوام که یکم نمود دستمایه رو تیار کردنش رو به من آموزی. می آموزانید؟ بله می آموزم. خب چگونه می آموزند عموما؟ ما کار باید از چی شروع کنیم برای آموختنش؟ انسان باید به این کار شوق و رغبت زیاد داشته باشد و من از خردسالیم به این کار شوق و رغبت زیاد داشتم و بسیار میخواستم که این کار را از خود کنم و نهایت از مادرم این هنر را آموختم. در چند سالگیتان؟ در سن 13 سالگی من
اینها را تیار میکردم. حالا که اگر در بخش چهارم تحصیل کرده ایستاده باشد، پس ما گفته میتونیم که سالیان زیاد است که شما با این هنر مشغول هستید و علاقه استای کاری خود هستید. بله، چنانه که میبینید همه اینها را خودم تیار کردم و از این کارم فایده زیاد به دست میآورم و میتوانم در وقتهای خالگی هم بسیارتر به این کار مشغول میشوم. اینها را تیار میکنم. بهترین و این گونه آرایشاتی که حالا هم در گردنی فیضیگل میبینیم و هم در دست من، اگر مخفی نباشد چقدر ارزش دارد؟ 200-250 امرای گوشباره دستبانش من اینها را میفروشم. یعنی که در عموم شما میتوانید این گونه مبلغ خوب را به دست بیارید. بله. این به فکرم باز هم هنرمند را هوسمند میسازد نسبت به هنری خود. بله، اینها را در بدخشان بسیارتر گل عروسان ببر میکنند، در تویشان ببر میکنند و گل دختران نیز در جشن و مراسم های عنعنوی نیز، مثال نوروز و دیگر جشن مراسم ها، اینها را استفاده میبرند. خب فهمان، اکنون برگردیم به سری کار. گفتیم بله. که چخیل ما میتوانیم قدم های نخستین را مانیم در جاده مهره سازی. ما برای ساختن یعنی که این گونه گوشباره 20 سانتی متر رشته را گرفته و یک سوزن باریک را میگیریم. مرحمت. خب من اما به سوزنی باریک رشته وارد کرده. من اخترش فیضیگل علاقه این کار را پیش اجرا کرد. از این مهره های نهایت خرد ما استفاده میبریم برای گوشباره های. یکی اگر رفت و افتاد من چخیل باید اینجا شما خراب نه، نمی افتاد. اینها بسیار خرد هستند. فیضیگل، با من دستمایه آماده کردن رو میفهمونی؟ البته که حاضر میفهمونم. ما یک نهایت رسمانی در راز را میگیریم و شروع میکنیم. درازیش چقدر باید باشه؟ این وابسته از دستبانه‌ای که ما برای مثال برای کودک تیار میکنیم یا برای انسانی کلان، برای دختران کلان وابستگی دارد. گفتید این هنر را از مادرتان آموختید، پس در اینجا به دیگر گل دختران میآموزانید این هنر را؟ بعضی بسیار دختران میآیند در نزدم و این کار را از خود میکنم و من البته به آنها یاد میدهم. از این خوشحال هم میشوید؟ از این بسیار خوشحال میشوم. بله. پس ما امروز با بهانه همین برنامه به فیضیگل با همراهی رجب ما یک چی گویم خوشحالی بی اندازه عطا میکنیم، چون که فیضیگل به هر دوی ما عین حال این هنر را آموزانیده ایستادند و من همین خیلی گرفتن گیرم. بسیار گرفت. بسیارتر گیرم. به همین اندازه. حالا خیلی هست. خب بیشتر به چی باید اهمیت دهیم در اجرای این کار؟ این بسیار نقصان براید. یگان نقصان ندارد، هموار و بین مهره های رنگه یک خیل اندازه گذاری شده است، یک سخیمه معین دارد. در روی این ورق تصویر کرده اید، این همین سخیمه هستند؟ من همین را تصویر کردم. احمد دوستان عزیز، به شما نیز نشان میدهیم. از روی همین نقشه گویم فیضیگل هر گونه آرایشات آماده میکند و وابسته از نقش ها عوض میشوند. بله. جابجا گذاری رنگ و جابجا گذاری مهره ها وابسته به نقش میشد. بهترین. در برابری من امروز رجب مونیز یک هنری دیگر را میآموزد و باور دارم که شما نیز دوستان عزیز یک چیز را دیده و سنجیده میتوانید. حداقل به رفتی کاری ما بها میدهید. به نظر ساده تا بد هم ولی کاری دشوار است. باید بگوییم اقرار شویم، چرا که صبر میباید. بسیار هم تحمل پذیر شدنش در کار در اینجا هنرمند، چرا که اگر رفت و در یک جای این مهره ها ما به خطا گرفتیم، پس ما را ضرور می آید که همه آن را از سری نو تیار کنیم. بله البته که اکنون یکی از مهره های کلان چنانه که در اینجا می بینید می توانید حالا از این استفاده کنید. همین خیلی؟
باز یک مهره سرخ دیگر هم؟ یک مهره سرخ دیگر را میگیریم. گویا که برای قلفک. بله. و این را ما اکنون اینطور میکنیم. یعنی برگشته از داخل مهره ها باز یک مرتبه دیگر رشته میگذرانیم. یک مرتبه دیگر رشته را ما میگذرانیم تا اینکه محکم شود. تا اینکه محکم شود. و این دیگر گشوده نمی شود. عجیب. نو سری این کار رو فهمیدم که چه خیلی بدون یگان گیره کردن در اینجا مهره ها ایستادن. من برای چی در آغاز گفتید که سوزنی بسیار هم باریک به ما لازم است. برای ما لازم است. بله. یک تا از این طرفش میگذاریم و یک تا دیگر را از این طرف. تا آخر؟ بله. این آنقدر کاری دشوار نیست من فکر میکنم و شما بار اول این را تیار کرده ایستاده اید، برای همین با شما دشوار میتابد. گمان میکنم کاری رجب ما نسبت به آن عملی که عین حال من کرده ایستادم بسیار شوقمندتر است، زیرا که اگر این کار را آموزد پس در آینده چی نموده که خواهد میتواند دستبانه آماده سازد. بله. و نهایت از رنگ های گوناگون استفاده برده میتواند دستبانه های گوناگون را تیار کند. بله، حتی همان گونه که زنها همیشه میخواهند که به لباس خود موافق دستبانه داشته باشند، خصوصا به رنگ لباس خود موافق و هر آن رنگ دلخواهی که شما میخواهید میتوانید در آینده استفاده کرده دستبانه آماده سازید. بله حتما. من دویم باره از بین این مهره ها سوزن را گذرانیدم، یعنی رشته گذرانیدم و میبینیم که بدون یگان گره کردن دوستان عزیز اینجا محکم شد، بسیار هم استوار و بسیار هم زیبا. خب اکنون چی کار میکنیم؟ چنانه که میبینید من پیشکی اینها را قبلا آماده کردم و ما میتوانیم اینها را چسبانیم. علاقه در اینجا مخصوص آرایشات هست و تنها با واسطه نصب کردن ما گوشوار تیار میکنیم. ما گوشوار را تیار میکنیم. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریبا خونه هست. 9 تا داشته باشه. بله. و در اینجا ما نیز 9 تا چی داریم؟ مهره داریم. بله 18 تا مهره داریم در اینجا. 18 تا آماده کرده. بله زیادتر است. خب طرز گذراندنش نهایت آسان می باشد و چنانه که می بینید در اینجا 2 تا رشته و ما از این سوراخ گذرانیده آن را گره می کنیم. همین خیلی پر کرده می رویم. درباره همین سخمی که شما پیشکی آماده کرده اید اندکی می گفتید که چی معنی دارد و یا چگونه با کدام طرز با استفاده از کدام نقش ها ما میتوانیم تیار کنیم. این نقش یعنی که نقشی بدخشانی و نهایت نقش های بسیار دارد و هر یک هنرمند میتواند نقش های گوناگون را استفاده کند و این گونه مهره های زیبا را تیار نماید. انا فکرم من هم مهره با فراموخته استادم. خیلی زیبا. تشکر. آسان است یا دشوار؟ در اول دشوار می نماید ولی صبر کنید. البته می‌آموزی بسیار هنری جالب. یعنی برایتان پسند آمد علاقه؟ بله البته. خیلی خوب. برای باز هم ادامه دادن این گونه هنرها یگان مانع ایجاد نمی کند؟ مثلا شما وقتی خود را هم به خواندن صرف میکنید هم به کسب آموزی؟ نه بسیار ما وقت‌های خالی داریم، مثلا بعد از درس اومده میتوانیم کمی خیلی هنرها رو آموزیم. وقت عموما برای انسان وقت زیاد است، به شرطی که از وقت استفاده بوده تواند. یعنی درست استفاده کند. بهترین یک گپی بسیار هم خوب گفتید، زیرا که اگر انسان خواهد و وقتی خود را صرفه‌کارانه استفاده کند پس برای اجرای همه کارها میتواند وقت پیدا کند. و خیلی همگان میدانیم هنگام همین گونه
اجرای کار زنها وقتی که جمع می شدن یک سوزنی آماده می کردن بله یک چکندوزی می کردن تاقیدوزی چی کسبی نباشد چی هنری نباشد حتما که وقتی خود را برای خوش سپری نمودن شعر و ترانه ها قرائت می کردن دیدند که حالا که فصل بهار است گل وزن میکنه بله حالا که ما در عرفه آمدی فصل بهار و جشنگیری جشن نوروز قرار داریم من میخواستم در وصفه نوروز یک شعر قرائت کنم مرحمت نوروز بیا چو نوری دیده سر تا به قدمت گل شمیده روزانه بیا نه وقتی تاری خرسندی بیار به خلق دوجی من نیز شعر میتونم همون شعری که همگان میتونم نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بی کردن پرواز مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد این یک شعری گویم بسیار زبان زده مردم شده است ولی اگر به معنی آن اعتبار دهیم واقعا هم یک تصویری بسیار جالب است زیرا در فصل بهار که گرم شوی طبیعت است زنده شوی طبیعت است میگوییم گویا که مرغ دل هر نفس از قفس تنگ می براید بله منظره که زیبا می شود طبیعت که قبای سبز را به بر می کند پیوسته کس خوشحال می گردد در برابر زنده شدن طبیعت آدمان نیز روح بالیده میگیرن از نو با یک زندگی نو آغاز بکنند با چشم باز هم نیکتر نگاه میکنند به زندگی به عمر خود فیضی گل علاقه میبینم که شما بسیار هم چقان شده اید در این جاده در اجرای این هنر یعنی این از آن درک میدهد که کاری خود را در برابر آن که دوست میدارید اینچنین دقت خود را صرف میکنید بله دقت و از سبب آن که بسیار اجرا کرده اید این همه کارها کاری دستی شما می باشد بله بله این همش کارهای دستی خودم و بیوسته واقعا چقان شده اید در اول چه خیلی بود و مثل من هم خیلی آهستم بله در اول بسیار دشوار بود و من این گونه گردنبندها را در دست دیگران دیده و نهایت بسیار به من پسند آمد و من از مادرم خواستم که این هنر را به من یاد دهد و شوق و رغبت زیاد داشتم و نهایت آموختم گمان میکنم کفایه است اکنون زیادیتش را میبریم و شیرش میکنیم قیچی کنم؟ بله زیچنی هم تقریبا از اینجا تقریبا از اینجا ما اینها را شیرش میمالیم و کمتر صبر میکنیم که خشک شوند و آن را انوار میکنیم. پس از آنی که اندکی خشک میشود بعد هموار میکنیم بله. حاضر نمیچسبد و اینکه بیشتر در دست شاید که چسبد بیشتر در دست. کفایه است؟ بله کفایه. و منتظر میشویم که پوره شیرش خشک شود. رجب ما توانستید یک چیزی نو را برای خود آموزید؟ بله واقعا در یک مدت کوتاه من توانستم که چطور آموده نمودن یک دستمایه چنین زیبا را از خود نمایم که بسیار خرسند شدم. پس منتداری من و رجب ما را قبول نمایید. فیضی گل تشکر فیضی گل. و دوستان عزیز شما نیز منتداری ما را قبول نمایید برای آن که پورا این برنامه را تماشا کردید و برای ما نیز بسیار جالب و لذت بخش است این و در همین نقطه بسیار زیبا بسیار عالی ما برای امروز برنامه میآموزیم را جنببست میکنیم و برایتان خانه آبادی تنزیتی را تمنا می نماییم. خیر عزیزان.